پونستون. این داستان موسیقیدانان شهر برمن. روزگاری در یک دهکده کوچک الاغی پیر زندگی می‌کرد که دیگر نمی‌توانست مثل گذشته بارهای سنگین را حمل کند. یک روز صاحب الاغ تصمیم گرفت که او را بفروشد. الاغ که فهمیده بود چه نقشه‌ای برایش دارند، از خانه فرار کرد و با خودش گفت بهتره برم به شهر برمن و اونجا نوازنده شم. در راه الاغ با یک سگ پیر روبرو شد که کنار جاده نشسته بود و خیلی ناراحت به نظر می رسید. الاغ پرسید چرا اینقدر ناراحتی؟ سگ جواب داد دیگه نمیتونم شکار کنم و صاحبم میخواد من از خونه بیرون کنه. الاغ گفت ناراحت نباش، بیا با من به برمن بریم و اونجا نوازنده شیم. سگ قبول کرد و هر دو با هم به راه افتادند. کمی بعد گربه ای را دیدند که روی چمنها نشسته و خیلی ناراحت بود. الاغ پرسید چرا انقدر ناراحتی؟ گربه جواب داد چرا باید خوشحال باشم؟ من خیلی پیر شدم، دیگه نمیتونم موشها رو شکار کنم و صاحبم منو از خونه بیرون انداخته. الاغ گفت ناراحت نباش، بیا با ما به برمن بریم و یه گروه موسیقی درست کنیم. گربه قبول کرد و به آنها پیوست. کمی جلوتر خروسی را دیدند که روی شاخه درختی نشسته بود و بلند بلند آواز می‌خواند. الاغ پرسید چرا انقدر داد میزنی؟ خروس جواب داد فردا مهمونا به خونه صاحبم میان، اون میخواد منو بکش و برای اونا سوپ درست کنه. الاغ گفت ناراحت نباش، ما داریم به برمن میریم که با هم یه گروه موسیقی تشکیل بدیم. تو هم صدای خوبی داری، مطمئنم میتونی خواننده اصلی گروه ما باشی. خروس هم خوشحال شد و به گروه آنها پیوست. 4 دوست با امید به آینده به راه افتادند. اما هوا کم کم تاریک شد و آنها در جنگلی بزرگ گم شدند. خروس که روی شاخه نشسته بود گفت این اطراف فقط یه خونه ماشه، من نور چراغشو میبینم. الاغ گفت بهتره به اونجا بریم، اینجا جای خوبی برای استراحت نیست. ایست 4 دوست به سمت نور حرکت کردند و به یک خانه رسیدند. گربه از پنجره نگاهی به داخل خانه انداخت و دید گروهی از دزدان در حال خوردن غذا هستند. الاغ گفت باید اونا رو فراری بدیم. سگ پرسید چطوری؟ الاغ گفت من یه نقشه دارم. آنها تصمیم گرفتند با سر و صدای زیاد دزدان را بترسانند. الاغ سرش را روی لبه پنجره گذاشت، سگ پشت او پرید، گربه روی سگ پرید و خروس هم روی سر گربه نشست و بعد همگی با هم با صدای بلند شروع به آواز خواندن کردند. الاغ ارعر کرد، سگ هاپ هاپ کرد، گربه میو میو کرد و خروس با تمام قدرتش گوگولی گوگول کرد. سپس از پنجره به داخل اتاق حمله کردند، طوری که شیشه پنجره شکست. دزدان فکر کردند هیولاها به خانه حمله کردند و از ترس فرار کردند. دوستان وارد خانه شدند و غذای دزدان را خوردند. سپس هر کدام گوشه‌ای مشغول استراحت شدند. نیمه شب یکی از دزدان به داخل خانه رفت تا ببیند چه خبر است، اما گربه با چنگ‌هایش به او حمله کرد
سگ پایش را گاز گرفت، الاغ لگدی به او زد و خروس دوباره شروع به خواندن کرد. دزد فرار کرد و به دوستانش گفت تو خونه هیولا زندگی میکنم. از آن به بعد دزدان دیگر جرأت نکردند به خانه نزدیک شوند. 4 دوست خوششانس که حالا خانه امن و گرم پیدا کرده بودند با خوشحالی تصمیم گرفتند همانجا بمانند. آنها با هم ساز می‌زدند و آواز می‌خواندند و از بودن در کنار هم لذت می‌بردند. خب بچه‌های عزیز، امیدوارم از داستان موسیقیدانان شهر برمن لذت برده باشید. بچه‌های عزیز، لطفاً از بزرگتراتون بخواین با زدن دکمه سابسکرایب هم از ما حمایت کنن، هم شما از جدیدترین قصه های ما با خبر بشین. راستی از بزرگتراتون بخواین که صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنن. اسمشو این زیر براتون می نویسم. تا قصه بعد، خداحافظ بچه ها.